أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 19 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 20 را از کتاب تعلیم زبان عربی تقدیم و پیشنهاد شما بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس العشرون، یعنی درس 20. درس 20 به مثل درس های گذشته چندی از کلمه های نو برای حفظ کردن برایمان تقدیم و پیشنهاد میگرداند. میگوید که این کنت، یعنی در کجا بودی تو. این کنت یعنی در کجا بودی تو. این ظرف است، ما و شما را میدونیم اسم استفهام از مکان است و این متعلقش به کائناً خبری کنت می شود. این را مبتدا نمیگوییم، این خبری کنت است. کنت از کانه است، فعل ماضیش. این کانه اسم و خبر میگیرد و این تایی که در آخرش میبینید کنت، این تا اسمی کانه است. این اسمی کانه است و کانه اسم و خبر میگیرد و خبرش پیش از کانه آمده است. این کنت یعنی در کجا بودی تو. جواب میگد کنتو، بودم من. کنتو یعنی بودم من. فعل ماضیش کانه بود وی. یکونو می باشد وی. کن باش تو. کن پس می شود باش تو، فعل امرش. بعد از این میگوید متا یعنی کی، اسمی زمان است. کی وقت، کدام وقت. بعد از این میگوید صباحا یعنی سحر، صباحا سحری. مساء بیگانی، مساء بیگانی. در اصل در زبان عربی صباحا از ساعت 12 شب تا پیشینه میگویند، تا زواله. ای بعد زوال تا ساعت 12 شب مساء رو میگویند. یعنی 24 ساعت دو تقسیم میکنید. از ساعت 12 شب مثلا تا ساعت 12 روز صباح است. از ساعت 12 روز تا 12 شب مساء است. اما امروز در بین عرب صباح سحر را میگویند و مساء بیگه را میگویند. از این حساب صاحب کتاب به همین معنا استفاده برده است که صباحا یعنی سحری، مساء یعنی بیگانی. الان یعنی حال حاضر. الان حال حاضر. بعدش میگوید قبل یعنی پیش. پیش. مثلا میگوی پیش از فلانی رفتم، یعنی ذهبت قبله، رفتم من پیش از وی. بعد یعنی بعد، به تاجیکی هم بعد. مثلا رفتم بعدش، ذهبت بعده، رفتم من بعد وی. بعد از این میگوید قام فعل ماضی است، یعنی خست و یک مرد. قام خست و یک مرد. یقومو یعنی میخیزد وی یک مرد. فعل امرش میشود قم یعنی بخیز. قم یعنی بخیز. یقومو یعنی میخیزد. مصدرش میشود قیامون. بهتر است بگوییم قیامن. این مصدر هست، یعنی ریشه کلمه، اصل کلمه. ترجمهش خستن. بعد از این میگوید قام فقرأ درسهو، یعنی خست پس خوان درسش را. قامه یعنی خست،
پس، فقرأ پس خواند، درسهو یعنی درسش را. بعد از این میگه قوم یعنی بخیز. حالا گفتیم قام یقومو، فعل امرش چی میشود؟ قوم یعنی بخیز. لا تقوم، الا لای ناهیه است، برای آخرش جزم کردی سعی. لا تقوم یعنی نخیز، باز میدارد از خیستن. بعدش میگه قوم و اقرأ درس، بخیز و بخوان درس را. بخیز فاعل ضمیر مستتر تقدیر انت و اقرأ درس. در اینجا و اقرأ همزه وصلیه بود ما نخوندیم و به سبب التقای ساکنین همزه را کسره داده، میگیم و اقرأید. و اقرأی این کسره همزه کسره آریده است، کسره آریده است و کسره اصلی نمی باشد. قم و اقرأ درس یعنی بخیز و بخوان درس را. پس این هست کلمه های نوی درسی 20 و میگذاریم به حوار درسی 20. صاحب کتاب از همین کلمه هایی که حالا خواندیم، کلمه های نو، از کلمه های درس های گذشته برای ما و شما یک حوار، یک گفتگوی تقدیم میکند. ببینید چی میگه. میگه این کنت، در کجا بودی. این را گفتیم که این خبری متعلقش خبری کنت است. این کنت در کجا بودی تو. میگه کنتو فی المدرستی یعنی بودم من در مدرسه. کنتو افعال ناقصه با اسمش، فی المدرستی جار و مجرور میگه متعلق به کائنن خبر کنتو، به خاطر اینکه کان یکونو از افعال ناقصه است و اسم و خبر میگیرد. بعد از این میگه متى ذهبت الى المدرستی یعنی کی رفتی تو. متى زمان، وقت، کدام زمان رفتی تو به طرف مدرسه، به سوی مدرسه یعنی به سوی مکتب. متى ذهبت الى المدرستی کی رفتی تو به سوی مکتب. میگوید که ذهبت الیها اليوم صباحا یعنی ذهبت الیها اليوم صباحا یعنی رفتم من به سوی وی. به سوی وی یعنی به سوی مکتبه، به سوی مدرسه، به سوی مکتب. رفتم من به سوی مکتب الیوم یعنی امروز، صباحا یعنی سحری، امروز سحر رفتم. میگوید ذهبت الیها اليوم صباحا، رفتم به سوی مکتب امروز سحر. باز میگوید هل کنت فی المکتبه اليوم یعنی آیا بودی تو در کتابخانه امروز. هل استفهامیه، آیا بودی تو در کتابخانه امروز. کنت افعال ناقصه با اسمش، فی المکتبتی، فی المکتبتی در اینجا جار و مجرور متعلق به کائنن خبری کنت. الیوم باشد این ظرف است و برای خاطر منصوب است. هل کنت فی المکتبه الیوم یعنی آیا بودی تو در کتابخانه امروز. جواب میتید به نفی که میگوید لا، یعنی جوابی رد داد، گفت که نه. الیوم ما کنت فی المکتبتی میگوید که امروز نبودم در کتابخانه. الیوم ظرف است برای خاطر منصوب است. ما کنت مای نافیه است، مای استفهامیه نیست. در اول فعل مضارع درآمد مای چی است؟ در اول فعل ماضی درآمد مای استفهامی است. ما کنتو یعنی نبودم، کنتو بودم، ما کنتو نبودم، فی المکتبتی یعنی در کتابخانه. باز در اینجا فی المکتبتی متعلقش خبر کنتو می شود. و میگوید متى تذهب الى المکتبتی یعنی کی می روی تو به سوی کتابخانه. و متى زمان، اسم زمان، و کدام زمان و وقت می روی تو به سوی کتابخانه. میگوید که اذهب الیها مساء ان شاء الله یعنی می روم به سوی وی بیگانی اگر الله خواسته باشد. اذهبو چه گفته ایستاده است؟ می روم من الیها، الیها الی المکتبتی، ها ضمیر برمیگردد به مکتبه، به سوی مکتبه. مساء
در وقت بیگانی انشاءالله اگر الله خواسته باشد. بعد از این میگه الان ماذا تفعلوا، یعنی حال حاضر چیکار میکنی تو؟ ماذا گفتیم از دو کلمه ساخته شده است، ما استفهامیه برای غیر عاقل و ذای اسم اشاره مفرد مذکر. الان ماذا تفعلوا، یعنی حال حاضر تو چیکار میکنی؟ میگوید اقرأ دروسی، میخوانم درس هایم را. این یای متکلم است، دروسی یعنی درس هایم را. بعد از این میگوید هل فهمت هذه الکلمه من درسک، یعنی آیا فهمیدی تو این کلمه رو از درست؟ که کاف کافی خطاب، ضمیر خطاب تو، درسک درس تو. هل فهمت هذه الکلمه من درسک، یعنی آیا فهمیدی تو این کلمه رو از درست؟ جواب میتید به حرف جواب که میگوید نعم، یعنی بله فهمیده است اکنون. میگوید که فهمتوها، یعنی فهمیدم ویرا. اینها برمیگردد به کلمه مؤنث که است، برام خاطر ضمیر مؤنث آورد. فهمتوها، فهمیدم من ویرا، یعنی من فهمیدم من کلمه را. باز میگوید هل تشرب الشای قبل الدرسی، یعنی آیا می نوشی چای را پیش از درس؟ آیا می نوشی تو چای را پیش از درس؟ حال استفهامیه. تشربو می نوشی تو، فاعل و ضمیر مستتر تقدیر انت. الشای مفعول به قبل این ظرف است، قبل مضاف، الدرسی مضاف الیه. هل تشرب الشای قبل الدرسی، یعنی آیا می نوشی تو چای را پیش از درس؟ میگوید نعم، یعنی بله آره، حرف جواب نعم بله. اشرب قلیلا من الشای، یعنی می نوشم کمی از چای. اشربو می نوشم من، قلیلا من الشای کمی از چای. باز میگوید هل تلعب قبل الدرسی، آیا بازی میکنی تو پیش از درس؟ حال آیا حرف استفهام. تلعبو بازی میکنی تو، فاعلش ضمیر مستتر تقدیر انت. آیا بازی میکنی تو قبل الدرسی، قبل این ظرف است، برام خاطر منصوب است، درسی مضاف الیه. قبل الدرسی پیش از درس، جواب رد میتید با نفی، میگوید لا یعنی نه. انا لا العب قبل الدرسی بل بعده، میگوید که من بازی نمیکنم پیش از درس، بلکی بازی میکنم بعد درس. دقت دادید؟ انا مبتدا است، لا العب قبل الدرسی خبر مبتدا می شود. لا العب در اینجا لا لای ناهیه نیست، لا لای بازدارنده و منع کننده نیست، این لا لای نافیه است، نفی میکند. لا العبو آخرش ببینید ساکن نشد، بو لا العبو یعنی بازی نمیکنم در زمان آینده، قبل درسی پیش از درس. پیش از درس میگه بازی نمیکنم. بل حرفی اضراب، گفتیم قبل رد میکند، پیش تصدیق میکند، پیش از خودش. بل بعده، ببینید یعنی بعدینش تصدیق میکند، بعده یعنی پیش از درس بازی نمیکنم، بلکی بعده یعنی بلکی بعدش، یعنی بعدش بازی میکنم، بعد درس بازی میکنم. بعده این هو برمیگردد به درس، این ضمیر برمیگردد به درس. بلکه میگوید بازی میکنم بعدی درس. بعد از این میگوید که قام التلمیذ فاخذ کتابه و قرأ درسه، یعنی خست شاگرد و گرفت کتابش را و خواند درسش را. قام خست، التلمیذ فاعل قام است، فاخذ پس گرفت، کتابه کتابش را مفعول به اخذ، و قرأ و خواند درسه درسه مفعول به قرأ. قام التلمیذ فاخذ کتابه و قرأ درسه، یعنی خست شاگرد پس گرفت کتابش را و خواند درسش را. بعد از این میگوید الان قم واذهب الى بیتک،
یعنی حال حاضر بخیز. بخیز تو فعل امر. الان قم، حال حاضر بخیز. وذهب، و برو تو. الى بیتک، بسوی خانه‌ات. الى بیتک، ضمیر مخاطب. الى بیتک، بسوی خانه‌ات. الان قم وذهب الى بیتک، حال حاضر بخیز و برو بسوی خانه‌ات. قم و ذهب هر دو اینها فعل امر هستند. پس این هست پس این هست حوار درس 20. با همین حوار درس 20 همچنین به پایان رسید و تا درس آینده یکایک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.